اگر هر شب با خستگی به رخت خواب می روید اما باز هم ساعت 2 یا 3 نصف شب از خواب بیدار می شوید. اگر عضلات پایتان بی دلیل می گیرد، پلک چشمتان می پرد یا حتی با وجود خواب کافی باز هم احساس خستگی می کنید. شاید بدن شما در حال فرستادن پیامی باشد که تاکنون آن را نادیده گرفته اید. بیشتر افراد در چنین شرایطی سراغ مکمل ها می روند. کافی است عبارت بهترین مکمل منیزیم را جستجو کنید تا با صدها محصول مختلف روبرو شوید که هر کدام ادعا می‌کنند بهترین انتخاب برای خواب و آرامش اعصاب یا کاهش گرفتگی عضلات هستند. اما یک سوال مهم وجود دارد. اگر طبیعت از همون ابتدا غذاهایی را در اختیار ما قرار داده که منیزیم را همراه با ده‌ها ماده مغذی دیگر فراهم می‌کنند، آیا همیشه مکمل بهترین انتخاب است؟ واقعیت این است که منیزیم یکی از مهمترین مواد معدنی بدن است. بیش از 300 واکنش آنزیمی به حضور آن وابسته هستند، از تولید انرژی گرفته تا عملکرد عضلات، انتقال پیام‌های عصبی، تنظیم ضربان قلب، سلامت استخوان‌ها و حتی کیفیت خواب. همگی به میزان کافی این ماده معدنی وابسته‌اند. به همین دلیل کمبود منیزیم همیشه خودش را به شکل یک علامت مشخص نشان نمی‌دهد. گاهی تنها نشانه اون خستگی مداوم است، گاهی اضطراب، بیقراری، سردردهای مکرر یا گرفتگی عضلات. حتی بعضی افراد با وجود تغذیه مناسب باز هم مقدار کافی منیزیم دریافت نمی‌کنند، زیرا کیفیت رژیم غذایی، سلامت دستگاه گوارش و نوع غذاهایی که مصرف می‌کنند نیز در این موضوع نقش دارند. اما نکته جالب اینجاست که همه منابع منیزیم یکسان نیستند. وقتی منیزیم را از یک غذای کامل دریافت می‌کنید، معمولاً تنها منیزیم وارد بدن نمی‌شود. همون غذا مقدار قابل توجهی فیبر، ویتامین‌ها، مواد معدنی دیگر و ترکیبات گیاهی مفید را نیز در اختیار بدن قرار می‌دهد. موادی که می‌توانند در حفظ سلامت عمومی نقش داشته باشند و یک رژیم غذایی متنوع را ارزشمندتر کنند. به همین دلیل متخصصان تغذیه معمولاً توصیه می‌کنند تا زمانی که امکانش وجود دارد نیاز بدن از طریق یک رژیم غذایی متعادل تامین شود و مکمل‌ها بیشتر زمانی استفاده شوند که پزشک یا متخصص تغذیه آنها را ضروری بداند. در این ویدیو قرار است 5 ماده غذایی را بررسی کنیم که از شناخته شده ترین منابع طبیعی منیزیم هستند. شاید بعضی از آنها همین حالا هم در آشپزخانه شما وجود داشته باشند، اما هرگز تصور نمی‌کردید تا این اندازه ارزش غذایی داشته باشند. اما قبل از اینکه اولین ماده غذایی را معرفی کنیم، یک سوال از شما دارم. آیا تاکنون از مکمل منیزیم استفاده کرده اید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، چه تغییری احساس کردید؟ بهتر خوابیدید؟ گرفتگی عضلاتتان کمتر شد یا اصلاً تفاوتی احساس نکردید؟ حتما تجربه خودتان را در قسمت نظرات بنویسید. تجربه های شما می تواند برای افراد دیگری که این ویدیو را تماشا می کنند نیز مفید باشد. حالا برویم سراغ اولین ماده غذایی. 1. برگ چغندر. شاید این سبزی به اندازه اسفناج معروف نباشد، اما از نظر ارزش غذایی یکی از غنی‌ترین سبزیجات برگدار محسوب می شود. یک فنجان از نوع پخته اون مقدار قابل توجهی منیزیم در اختیار بدن قرار می دهد. در کنار آن ویتامین K، ویتامین A، پتاسیم و ترکیبات آنتی اکسیدانی فراوانی نیز دارد. همین ترکیب باعث شده است که این سبزی تنها یک منبع منیزیم نباشد، بلکه غذایی کامل برای حمایت از سلامت عمومی بدن به شمار برود. از آنجا که بخش زیادی از جذب مواد معدنی در روده انجام می شود، داشتن یک دستگاه گوارش سالم اهمیت زیادی دارد. رژیمی که سرشار از سبزیجات باشد می تواند به حفظ سلامت روده و دریافت بهتر مواد مغذی کمک کند. البته روش پخت نیز اهمیت دارد. بسیاری از سبزیجات برگدار دارای مقداری اگزالات هستند، ترکیبی که می تواند جذب بعضی مواد معدنی را کاهش دهد. به همین دلیل بخار پس کردن یا تفت دادن کوتاه مدت انتخاب مناسبتری نسبت به مصرف کاملا خام آنهاست. کمی روغن زیتون، چند قطره آب لیمو و چند دقیقه حرارت ملایم هم طعم این سبزی را بهتر می کند و همون را به یک غذای خوشمزه برای کنار وعده اصلی تبدیل می کند. اگر تا امروز این سبزی را امتحان نکرده اید، شاید وقت اون رسیده باشد که یک بار اون را وارد برنامه غذایی خود کنید. شاید از نتیجه شگفت زده شوید، اما جالب اینجاست که ماده غذایی بعدی حتی از این هم منیزیم بیشتری دارد و بسیاری از مردم اون را فقط به عنوان یک تنقلات ساده میشناسند.
حالا نوبت به ماده غذایی میرسد که شاید بارها آن را خورده باشید، اما هرگز تصور نمی کردید یکی از غنی‌ترین منابع طبیعی منیزیم باشد. 2. تخمه کدو. بیشتر افراد تخمه کدو را فقط یک تنقلات برای دور همی‌ها می‌دانند. اما واقعیت این است که این دانه‌های کوچک مجموعی از مواد مغذی ارزشمند را در خود جای دادند. تنها یک مشت از آن می‌تواند مقدار قابل توجهی منیزیم، روی، فسفر، آهن، پروتئین گیاهی و چربی‌های مفید را در اختیار بدن قرار دهد. جالب اینجاست که این مواد مغذی در کنار هم عمل می‌کنند. به همین دلیل وقتی از یک غذای کامل استفاده می‌کنید، تنها یک ماده معدنی دریافت نمی‌کنید، بلکه مجموعی از ترکیباتی را وارد بدن می‌کنید که هر کدام نقش خود را در حفظ سلامت ایفا می‌کنند. روی موجود در تخمه کدو در عملکرد طبیعی سیستم ایمنی نقش دارد. فسفر برای سلامت استخوان‌ها و تولید انرژی اهمیت دارد و چربی‌های غیر اشباع نیز بخشی از یک رژیم غذایی سالم محسوب می‌شوند. وقتی همه این موارد کنار هم قرار می‌گیرند، تخمه کدو به یک میان وعده مغذی تبدیل می شود که می تواند جایگزین بسیار بهتری برای بسیاری از تنقلات فراوری شده باشد. اگر قصد دارید بیشترین بهره را از تخمه کدو ببرید، بهتر است نوع بدون نمک یا کم نمک آن را انتخاب کنید. همچنین می توانید آن را روی سالاد داخل ماست همراه با جوی دوسر یا حتی در اسموتی های خانگی استفاده کنید. بعضی از افراد نیز ترجیح می‌دهند تخمه‌ها را چند ساعت در آب بخیسانند و سپس خشک کنند. این کار می‌تواند مقدار برخی ترکیباتی را که جذب مواد معدنی را معدود می‌کنند کاهش دهد. هرچند حتی مصرف معمولی آن نیز همچنان یک انتخاب سالم به شمار می‌رود. اما هرچقدر هم تخمه کدو ارزشمند باشد، ماده غذایی بعدی ویژگی متفاوتی دارد، زیرا علاوه بر تأمین منیزیم به سلامت دستگاه گوارش نیز کمک می‌کند. 3. لوبیای سیاه یکی از کاملترین حبوبات از نظر ارزش غذایی است. علاوه بر منیزیم، مقدار خوبی فیبر، پروتئین گیاهی، فولاد، پتاسیم و آنتی اکسیدان ها را نیز فراهم می کند. شاید مهمترین ویژگی اون فیبر فراوانش باشد. فیبر غذای اصلی باکتری های مفید روده است. هرچه این باکتری ها سالمتر باشند، دستگاه گوارش عملکرد بهتری خواهد داشت و بدن نیز می تواند از مواد مغذی موجود در غذاها بهتر استفاده کند. به همین دلیل مصرف منظم حبوبات تنها به دریافت منیزیم محدود نمی شود. این ماده غذایی به سلامت قلب، کنترل قند خون، ایجاد احساس سیری طولانی‌تر و حتی حفظ وزن مناسب نیز کمک می کنند. اگر تاکنون لوبیای سیاه را فقط در غذاهای خاص مصرف کردید، می توانید از آن در سالاد، سوپ، خوراک سبزیجات یا همراه با برنج قوی نیز استفاده کنید. برای هضم بهتر است لوبیاهای خشک را از شب قبل بخیسانید و سپس با آب تازه بپزید. این کار علاوه بر کوتاه‌تر شدن زمان پخت باعث می شود بسیاری از افراد راحت‌تر آن را هضم کنند. اگر تا اینجای ویدیو برایتان مفید بود، همین حالا دکمه لایک را بزنید. این کار فقط چند ثانیه زمان میبرد، اما به ما کمک میکند ویدیوهای آموزشی بیشتری تولید کنیم. همچنین اگر تجربه‌ای از مصرف این مواد غذایی دارید، حتما در بخش نظرات برای ما و دیگر بینندگان بنویسید. شاید تجربه شما بتواند به فرد دیگری کمک کند. حالا به یکی از محبوب ترین غذاهای این فهرست میرسیم، غذایی که بیشتر مردم آن را به خاطر امگا 3 میشناسند، اما ارزش غذایی آن بسیار فراتر از این است. 4. سالمون. وقتی صحبت از سالمون می شود، معمولاً اولین چیزی که به ذهن می رسد اسیدهای چرب امگا 3 است. اما این ماهی منبع خوبی از پروتئین با کیفیت، ویتامین دی، سلنیوم، ویتامین های گروه B و مقدار قابل توجهی منیزیم نیز هست. ترکیب این مواد مغذی باعث شده سالمون یکی از بهترین انتخاب‌ها برای یک وعده غذایی کامل باشد. پروتئین به حفظ توده عضلانی کمک می‌کند. امگا 3 در سلامت قلب و مغز نقش دارد و سایر ریزمغذی‌ها نیز عملکرد طبیعی بدن را پشتیبانی می‌کنند. اگر امکان انتخاب دارید، سالمون وحشی معمولا به دلیل تفاوت در رژیم غذایی و سبک زندگی ماهی ترکیب تغذیه‌ای متفاوتی نسبت به نوع پرورشی دارد. هرچند هر دو می‌توانند بخشی از یک رژیم غذایی سالم باشند. بهترین روش آماده سازی نیز پخت ملایم در فر، بخارپز کردن یا گریل کردن با حرارت متوسط است تا بافت ماهی و ارزش غذایی آن حفظ شود. اما
هنوز به مهمترین بخش این فهرست نرسیده ایم. ماده غذایی که شاید کمتر کسی انتظار داشته باشد. نامش در میان بهترین منابع طبیعی منیزیم دیده شود. حالا به آخرین و شاید غافلگیر کننده ترین بخش این فهرست می رسیم. 5. شکلات تلخ. شاید وقتی نام شکلات را میشنوید اولین چیزی که به ذهنتان میرسد یک خوراکی شیرین و خوشمزه باشد، نه یک ماده غذایی مغذی. اما همه شکلات‌ها شبیه هم نیستند. شکلاتی که از مقدار بالای کاکائو تهیه شده باشد، به ویژه انواعی که 85% یا بیشتر کاکائو دارند، در مقایسه با شکلات‌های معمولی قند بسیار کمتری دارند و مقدار قابل توجهی از مواد معدنی و ترکیبات گیاهی مفید را حفظ می‌کنند. در کنار منیزیم، شکلات تلخ حاوی آهن، مس، منگنز و ترکیباتی مانند فلاوانول‌ها و پلیفنول‌ها است. موادی که به دلیل خواص آنتی اکسیدانی خود سال‌هاست مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتند. البته این به اون معنا نیست که هرچه شکلات بیشتری بخوریم سالمتر خواهیم بود. مانند هر ماده غذایی دیگری، تعادل مهمترین اصل است. اگر تصمیم دارید شکلات تلخ را به برنامه غذایی خود اضافه کنید، بهتر است محصولی را انتخاب کنید که درصد کاکائوی بالایی داشته باشد و شکر افزوده اون کم باشد. 1 یا 2 تکه کوچک پس از وعده شام یا در طول روز می تواند هم میل به شیرینی را کاهش دهد و هم بخشی از مواد مغذی مورد نیاز بدن را تأمین کند. اما نکته‌ای که نباید فراموش کنیم این است که هیچ ماده غذایی به تنهایی معجزه نمی کند. اگر رژیم غذایی شما سرشار از غذاهای فرآوری شده، نوشیدنی‌های شیرین و فست فود باشد، اضافه کردن چند تکه شکلات تلخ یا یک مشت تخمه کدو قرار نیست همه چیز را تغییر دهد. سلامت نتیجه مجموعی از انتخاب‌های کوچک اما مداوم است. انتخاب‌هایی که روز به روز روی هم انباشته می‌شوند و در طول زمان تفاوت بزرگی ایجاد می‌کنند. به همین دلیل اگر احساس می‌کنید رژیم غذاییتان از نظر منیزیم یا سایر ریزمغذی‌ها کامل نیست، به جای تمرکز روی یک ماده غذایی سعی کنید تنوع بیشتری در بشقاب غذایی خود ایجاد کنید. سبزیجات برگدار، حبوبات، مغزها و دانه‌ها، ماهی، غلات کامل و میوه‌ها هر کدام بخشی از این پازل را کامل می‌کنند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که بعضی شرایط می‌تواند احتمال کمبود منیزیم را افزایش دهند. از جمله مصرف برخی داروها، بیماری‌های گوارشی، دیابت کنترل نشده یا رژیم‌های غذایی بسیار معدود. اگر علائمی مانند خستگی شدید، گرفتگی مکرر عضلات یا مشکلات دیگر دارید، بهترین کار این است که با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنید تا در صورت نیاز بررسی‌های لازم انجام شود. مکمل‌های منیزیم هم جایگاه خود را دارند. در برخی افراد، به ویژه کسانی که کمبود آنها توسط پزشک تشخیص داده شده است، مکمل می تواند مفید باشد، اما برای بسیاری از افراد شروع با یک رژیم غذایی متنوع و متعادل نخستین و مهمترین قدم است. بیایید یک بار دیگر این فهرست را مرور کنیم. در این ویدیو با 5 ماده غذایی آشنا شدیم که می توانند به دریافت منیزیم از طریق رژیم غذایی کمک کنند. برگ چغندر و سایر سبزیجات برگدار که علاوه بر منیزیم سرشار از ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها هستند. تخمه کدو یکی از غنی‌ترین منابع طبیعی منیزیم که یک میان وعده ساده و مغذی محسوب می شود. لوبیای سیاه که علاوه بر منیزیم، فیبر و پروتئین گیاهی ارزشمندی نیز در اختیار بدن قرار می دهد. سالمون که ترکیبی از پروتئین با کیفیت، امگا 3 و مواد معدنی مختلف را فراهم می کند. و در نهایت شکلات تلخ که اگر با درصد بالای کاکائو و در مقدار متعادل مصرف شود می تواند بخشی از یک رژیم غذایی سالم باشد. شاید از همین امروز بتوانید تنها با چند تغییر ساده کیفیت تغذیه خود را بهتر کنید. لازم نیست همه چیز را یک باره تغییر دهید. حتی اضافه کردن یکی از این مواد غذایی به برنامه هفتگی می تواند شروع خوبی باشد. پس این هفته از خودتان بپرسید کدام یک از این 5 غذا راحت تر در برنامه غذایی من جا می گیرد و از همونجا شروع کنید. اگر این ویدیو برایتان مفید بود، حتما دکمه سابسکرایب را بزنید و زنگ اعلان را فعال کنید
تا ویدیوهای بعدی درباره تغذیه سلامت و سبک زندگی سالم را از دست ندهید. همچنین در قسمت نظرات برای ما بنویسید که از بین این 5 ماده غذایی کدام را بیشتر مصرف می کنید و دوست دارید درباره چه موضوعی ویدیو بعدی را تهیه کنیم. شاید موضوع پیشنهادی شما ویدیو بعدی این کانال باشد. از اینکه تا پایان همراه ما بودید سپاسگزاریم. مراقب سلامتی خودتان باشید. انتخاب‌های آگاهانه داشته باشید و تا دیدار بعدی خدا نگهدار.